میدونی چرا محصولتو دیگه نمیخرن و بازارت هم که رقبا ظاهرا ازت گرفتن. توی این ویدیو همراه من باشید، با هم دیگه بررسی میکنیم که چرا همچین مشکلی پیش اومده. بازار روسیه یه بازار رقابتیه و پر از فرصت‌های تازه و بکر. حالا سوال اینجاست، مشتری چه محصولی رو با چه بسته‌بندی تمایل داره که خریداری کنه؟ مورد اول، همه جای دنیا بسته‌بندی حرف اولو میزنه. بسته‌بندی شکیل و زیبا و متناسب با سلیقه و ذائقه مشتری. مورد دوم، یه بوک برند قوی بهت کمک میکنه که مشتری ها رو سراسر دنیا جذب محصولت بکنی. کیفیت خوب و قیمت مناسب که همیشه مهم بوده و در کنارش داشتن یک کاتالوگ حرفه‌ای. و تیر آخر، صداقت شما و متعهد بودنتون نسبت به محصول مهمترین گزینه است برای بازاریابی موفق توی بازارهای بین‌المللی.